سلام به همگی. من بهارم. خیلی خوش اومدیم به کانال بی فور بهار. خب میدونم خیلی وقت گذشته از آخرین ویدیویی که من ضبط کردم و توی کانال باهاتون به اشتراک گذاشتم. از همتون خیلی خیلی ممنونم که همراه کانال موندید. من همچنان کامنتاتون رو میخوندم، تا جایی که میتونستم جواب میدادم و از اینکه همچنان همراه کانال بودید خیلی خیلی خوشحال و دلگرم بودم. امیدوارم که از این به بعد بتونم با ویدیوهای مفیدتر و جذابتر و محتوای بهتر قدردان این همراهی شما باشم. خب بدون معطلی میریم سراغ رایتینگ تسک 2 آیلتس و یکی از چالشی ترین انواع سوالاتش، سوالات opinion essay یا به اصطلاح agreement disagreement essays. یکی از پرتکرارترین انواع سوالات توی رایتینگ تسک 2 آیلتس آکادمیک که اگر استراکچرش رو خیلی خوب بلد باشید و بدونید که چی میخواید بنویسید، با یه ایده پردازی درست میتونید یه نمره فوق‌العاده توش بگیرید. اگر از آخرین ویدیویی که توی کانال براتون گذاشته بودم راجع به آیلتس آکادمیک و رایتینگ تسک 2 یادتون مونده باشه، ساختار نوشتن رایتینگ تسک 2 در آیلتس آکادمیک یک ساختار نسبتاً ثابتیه. فقط ممکنه در انواع مختلف سوالات یه مقداری این ساختاربندی انعطاف از خودش به خرج بده و یه کوچولو تغییر کنه، اما در کل اون چیزی که میخوایم بنویسیم در مجموع ثابته. اون چیزی که همیشه برای رایتینگ تسک 2 احتیاج داریم بنویسیم یک introduction paragraph هست، 1 الی 2 body paragraph هست یا supporting paragraph و در نهایت یک پاراگراف هم برای conclusion باید بنویسیم. پس اولین کارهایی که برای نوشتن رایتینگ تسک 2 آیلتس انجام میدیم اینه که سوال رو بخونیم، متوجه استراکچری که میخوایم استفاده کنیم بشیم، اپینین خودمون رو در این نوع سوال که اپینین اسی هست راجبش تصمیم بگیریم و بعد ایدیا جنریشن داشته باشیم. توی سوالات اپینین اسی معمولاً یک تیزز یا یک موضوعی مطرح میشه و از شما میپرسن که شما تا چه حد با این قضیه موافق یا مخالف هستید. چیزی که اینجا مهمه اینه که شما بتونید واضح بیان کنید موافقت خودتون رو با قضیه یا مخالفت خودتون رو. سوال معمولا اینطوری مطرح میشه که Do you agree or disagree؟ یا To what extent do you agree or disagree؟ اینجا 3 حالت وجود داره. حالتی که شما موافق اون گزاره مطرح شده هستید و تمام بادی پاراگراف های شما و کانکلوژن شما و حتی تا حد زیادی اینترودکشن شما مخصوصا در بخش های آخر باید بتونه نشان دهنده موافقت شما باشه. یک حالت دیگه که وجود داره اینه که شما کاملا مخالف این گزاره هستید، دیساگریمنت کامل دارید و این رو باید توی تک تک بخش های رایتینگتون هم بتونید نشون بدید. یک حالتی وجود داره که حد وسط این دوتا هست که partial agreement or disagreement هستش، که شما خب با یک سری ابعاد گزاره موافقید، با یک سری ابعاد گزاره مخالفید و میخواید حد وسط رو پیش بگیرید و این اپینین رو مطرح بکنید. من به شخصه این رویکرد رو اصلا به شما پیشنهاد نمی کنم، چرا که میتونه باعث بشه که شما نتونید با یک استراکچر واضح و شفاف رایتینگتون رو بنویسید و رایتینگتون کانفیوزینگ بشه و از مصحح یا اگزامینر نمره پایینی بگیره. به خاطر همین من میگم که let's stay on the safe side و یا اگریمنت کامل یا دیساگریمنت کامل رو پیش بگیرید. هم نوشتنش راحت تره، هم استراکچر کلیر تر و واضح تری دارید و فکر میکنم که نمره بهتری هم میتونید از اگزامینر بگیرید. وقتی که شما اپینین خودتون رو پیدا کردید، تصمیم گرفتید که آیا قرار باهاش اگریمنت داشته باشید یا دیس اگریمنت،
وقت این میرسه که ایدیا جنریشن داشته باشیم. ایدیا جنریشن 1-2 دقیقه ممکنه از شما زمان ببره، ولی بهتون قول میدم توی واضح نوشتن رایتینگ شما و توی اینکه آف تاپیک رایتینگتون رو ننویسید و هدفمند هر جمله شما بتونه در واقع مقصود شما رو بیان بکنه خیلی تاثیر داره و خیلی کمکتون میکنه. حالا که مثلا ساید اگریمنت ماجرا رو گرفتید، بنویسید همه چیزهایی که در واقع نشان دهنده اگریمنت شما هستن، چرا در واقع دارید با این قضیه موافقت میکنید. مجبور نیستید همه چیزهایی که تو ایدیا جنریشن تولید میکنید رو ازشون استفاده بکنید، فقط یک فرصتیه برای اینکه یک کم برینستورم انجام بدید و ببینید که در واقع چی توی ذهنتون از این موضوع دارید، چه دلایلی دارید و در نهایت بهترین هاشون رو توی نوشتن رایتینگتون استفاده بکنید. بعد اینکه چند تا دلیل برای موافقت یا حالا مخالفت بسته به سایدی که انتخاب کردید با موضوع نوشتید، یه چند تا هم پوینت برای اینکه مثال باشه و یا ریزن باشه برای موافقت یا مخالفتتون بنویسید که از اونا هم توی نوشتن رایتینگتون 100% استفاده خواهید کرد. 1-2 دقیقه برای این قضیه وقت بذارید، حتما خیلی کمکتون میکنه و بعد میتونید دست به قلم بشید و شروع کنید به نوشتن رایتینگتون. همونطور که قبلا هم گفتیم، اولین چیزی که باید نوشته بشه یک اینتروداکشن خوب هستش. جمله اول اینتروداکشن ما همیشه پرافریز همون تیزز یا ایدیایی هستش که توی صورت سوال مطرح شده. سعی کنید با پرافریز کردن و استفاده کردن از سینونیم ها این ایدیا رو یک جور دیگه مطرحش بکنید. پرافریز کردن یکی از مهمترین کارهاییه که شما باید هوشمندانه و خیلی خیلی با دقت و خوب توی رایتینگ آیلتس بتونید انجامش بدید، چون در هر دو تسک، هم در تسک 1 هم در تسک 2 به دردتون میخوره. پس این رو حتما تمرینش بکنید. بعد از اینکه جمله اولمون در واقع پرافریزینگ اون ایدیایی بود که مطرح شده، میریم سراغ جمله دوممون. جمله دومی که توی اینتروداکشنمون میخوایم بنویسیم در واقع بیان سایدی هستش که ما باهاش همراه شدیم، حالا agreement یا disagreement. اون رو هم توی یک جمله می نویسیم و در نهایت توی جمله سوم اینتروداکشنمون ما باید اون چند تا پوینتی که میخوایم توی بادی پاراگراف هامون elaborate کنیم و راجبشون صحبت کنیم رو هم به صورت خلاصه توی یک جمله بنویسیم. یعنی اول می نویسیم اوکی من با این قضیه موافقم یا مخالفم و به صورت خلاصه میگیم که یکی از دلایلش اینه و یکی دیگه اینه و اینتروداکشنمون رو با اون جمله سوم میبندیم. میبینید اینتروداکشن 3-4 جمله است و در واقع تعیین کننده این هستش که اگزمینر شما قراره در ادامه این رایتینگ چی بخونه. واضح نوشتن این 3-4 جمله باعث میشه که اگزمینر شما هم متوجه بشه که شما ساید خودتون رو کلیر انتخاب کردید، ایدیه هاتون واضحن و الان قراره توی بادی پاراگراف الابریشن این ایدیه های شما رو و این ریزن های شما رو بخونه و این توی اون ایمپرشنی که اگزمینر شما از رایتینگ شما پیدا میکنه خیلی خیلی تأثیر گذاره. تا اینجا که پیش اومدیم، نظر من اینه که بریم یک مثال ببینیم تا بهتر متوجه حرف من بشید و بتونیم بعدش بریم سراغ قسمت های بعدی. من یک رایتینگی رو انتخاب کردم که نمره 7.5 گرفته و سوالش هم جز سوالات نسبتاً رایج هستش. سوال خوبیه به نظر من، جای ایدیا جنریشن خیلی زیادی داره. بریم که با هم دیگه بخونیمش. صورت سوال به این شکله. In some countries, many people suffer from health problems due to eating too much fast food. It is therefore necessary for governments to impose a higher tax on this kind of food. Do you agree or disagree? خب این زبان آموز خواسته که با این اپینین اگریمنت خودش رو نشون بده. ساید موافقت رو در پیش گرفته و ببینیم که اینتروداکشنش رو چه شکلی نوشته. It is argued that governments should levy a tariff on junk food because the number of health risks associated with consuming this kind of food is on the rise.
This essay agrees that a higher rate of tax should be paid by fast food companies. Firstly, alcohol and tobacco companies already pay higher taxes. Secondly, higher taxes could raise prices and lower consumption. همونطور که میبینید در اولین جمله یک پرفریزینگ از خود ایده‌ای که مطرح شده رو مطرح کرده. بعد ساید خودش رو مطرح کرده. This essay agrees. خیلی واضح. بعد 2 تا دلیلی که میخواد توی بادی پاراگراف هاشون راجبشون صحبت بکنه. حالا بریم سراغ بادی پاراگراف ها. قسمت هایی که در واقع بدنه اصلی رایتینگ شما هستن و فرصت شماست برای اینکه از ایده‌ای که ارائه کردید، از اپینین خودتون دفاع بکنید. 1 الی 2 تا بادی پاراگراف میخوایم بنویسیم. ترجیح ما اینه که 2 تا بنویسیم برای اینکه بتونیم ورد کاونتمون رو هم پر بکنیم. همونطور که میدونید توی رایتینگ تسک 2 شما باید حداقل 250 کلمه بنویسید. پس فکر میکنم که 2 تا بادی پاراگراف انتخاب خیلی خوبی باشه. ساختار هر بادی پاراگراف به این شکله که شما یک تاپیک سنتنس دارید که در واقع عنوان اون ایده‌ای که میخواید راجبش صحبت بکنید، الاborate بکنید و ازش دفاع بکنید رو مطرح میکنید. یک explanation دارید و یک example. در واقع 3 الی 4 تا جمله قراره باشه. جملات طولانی البته، نه جملات کوتاه، که تو شما قراره که ایده‌تون رو مطرح بکنید، توضیحش بدید و یک مثال و یا یک ریزن هم براش بیارید. بریم ببینیم زبان آموزی که مثال اینتروداکشنش رو خوندیم برای اولین بادی پاراگرافش چی نوشته. اگه یادتون باشه اولین مسئله که مطرح کرد مسئله تکسی بود که روی سیگار و الکل می اومد و توی بادی پاراگراف اولش هم راجع به همین مسئله صحبت کرده. نوشته که higher excise on liquor and cigarettes has proven to curb the harm caused by these substances. This revenue has been used to treat health problems associated with these products and has proven useful in advertising campaigns warning people about the dangers of alcohol and tobacco abuse. Tax from fast food could be used in the same way. The United Kingdom is a prime example where money from smokers is used to treat lung cancer and heart disease. برای بادی پاراگراف دوم هم شما دقیقاً باید همین رویه رو در نظر بگیرید. حالا دومین ایده‌تون رو مطرح بکنید، اکسپلینش بکنید و براش اگزمپل یا ریزن بیارید. چیزی که این زبان آموز توی رایتینگش نوشته رو با هم دیگه بخونیم. Increasing taxes would raise prices and lower consumption. این تاپیک سنتنسش هست که توی اینترودکشن هم مطرحش کرده بود. Fast food companies would pass on these taxes to consumers in the form of higher prices, leading to people not being able to afford junk food because it is too expensive. Junk food would soon become a luxury item, and it would only be consumed occasionally, which would be less harmful to the general public's health. For instance, the cost of organic food has proven prohibitively expensive for most people, and that is why only a small percentage of the population buys it regularly. و در نهایت شما قراره یک conclusion بنویسید. چیزی که راجع به conclusion اهمیت خیلی زیادی داره اینه که هیچ ایده جدیدی توی conclusion مطرح نشه. conclusion در اولین جمله باید در واقع یک خلاصه‌ای باشه از پوینت های اصلی که مطرح کردید. یک بار دیگه نظرتون رو به صورت واضح و خلاصه بیان کنید و بعدش هم تمام، شما رایتینگتون رو نوشتید. بریم ببینیم که این زبان آموز conclusion این رایتینگ رو چه شکلی نوشته. In conclusion, junk food should be taxed at a higher rate because of the good precedent set by alcohol and tobacco and the fact that increased costs should reduce the number of fast food people buy. چیز خیلی جامعیه. گفته که در نهایت بالا بردن مالیات همونطور که توی سیگار و الکل مؤثر بوده میتونه توی پایین آوردن مصرف فست فود هم مؤثر باشه و همونطور که میبینید کل پاراگرافش هم بیانگر موافقتش با موضوع هست. ایده جدیدی مطرح نشده، همون ایده هایی که توی
بادی پاراگرافاش مطرح کرده رو دوباره اومده به شکل خیلی کوتاه و مختصر مطرح کرده، در واقع به اصطلاح ریفریزشون کرده تو فرم خیلی کوتاه‌تری. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع بشه. تمرینش بکنید. اگر سوالی داشتید توی کامنت ها حتما بپرسید. من کامنت ها رو میخونم، حتما تا جایی که بتونم بهتون جواب میدم. خیلی خوشحالم که دوباره ویدیوهای کانال رو از سر گرفت. امیدوارم که شما هم همراه کانال بمونید، از کانال حمایت بکنید و خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.